به راهبرد خوش آمدین. مهمان من امروز طیبه سلیمانی، بانویی که به عنوان امیر جندری ولایت فرا و همچنان نماینده صلح در این ولایت فعالیت گسترده‌ای داشت. خانم طیبه سلیمانی از جمله زنان فعال، مبارز و تاثیرگذار در بخش حقوق زنان در افغانستان بوده. در کنار فعالیت‌های اجتماعی و فعالیت‌های حقوق بشریش، بانو طیبه همچنان در عرصه شعر و نویسندگی حضوری پررنگ داشته است. بانو سلیمانی، خوش آمدین به برنامه. سلام، خوش باشین. سلام و درود خدمت بیننده های بسیار خوب شما و تشکر از اینکه من را دعوت کردید. بانو سلیمانی، من میخوایم در مورد زندگی شخصی و کاری شما معلومات داشته باشم. جدا از اینکه ما پشت صحنه گپ هایی داشتیم، قصه هایی داشتیم در مورد زندگی و فعالیت های شما در افغانستان، میخوایم بر بیننده ها بیشتر بگوین بانو سلیمانی از کجا شروع کرد، کدام فعالیت ها را داشت و در افغانستان با کدام چالش ها روبرو بود؟ تشکر، و سوال بسیار خوب پرسان کردین، به دلیل از اینکه خب هر بانویی که یک سمت در افغانستان می داشته باشه با سختی های بسیار زیادی هست. یعنی هر کس یک داستان می داشته باشه از آنچه که در بک‌گراندش هست. خب ما بعد از اینکه البته از تحصیلات خودم اگه بگویم، ما ادبیات جریره و حقوق قضا و سرانوالی را خواندیم. بعد از اون که ما از ادبیات جری فارغ شدم، بیان که دوباره شروع کنم رشته حقوق قضا و سرانوالی که رشته دلخواه ما بود، کار را شروع کردم. چون من بیشتر علاقه به کار داشتم که در کنار درسی که میخوانم کار کنم. به عنوان معلم کار کردم. آرزوی بچگی ما بود که معلم باشم و اتفاقا دوست داشتم که به مکتب دخترها معلم شوم، اما با آنکه محدودیت های بسیار زیاده در ولایت ما بود. خب در تمام ولایت افغانستان هست، علل خصوص در فرا بیشتر، و ما اولین وظیفه خود را در مکتب پسرانه گرفتم که وظیفه اجرا کردن در مکتب پسرانه در ولایت ما کاری بسیار دشوار، ولی ما از آنجا با آنکه مخالفت های زیاده بود ولی دوست داشتم که وظیفه اجرا کنم. به عنوان معلم کار کردم و بعد به عنوان معلم در مکتب دخترانه کار کردم و هرچی که فکر میکنم آدم به یک جایگاه میرسه، توقعات آدم بیشتر میشه و من نمیخواستم خودم را محدود به معلم بودن بکنم، به دلیل از اینکه در افغانستان رسم است که دخترها میگه یا باید معلم باشه یا دکتر باشه و ما دوست داشتم فراتر از این ما بریم و یک نفر باید این را قربانی میداد. خب اگه چه کسایی قبل از ما بودن که اینا قابل انکار نیست و بعد دوست داشتم به ولایت کار کنم. به مقام ولایت فرا کار کردن یک چیز دور از تصور نه تنها خانواده ما بلکه دور از تصور جامعه و اجتماع نیز بود، به دلیل از اینکه در ولایت 90 نفر پرسنل بود که از جمله 90 نفر 3 خانم کار میکردن که اونا هر کدامشان دخترایشان هم سن ما بودن و من در سن بسیار خرد که هنوز 21 نشده بودم رفتم به ولایت. اول به عنوان کارآموز شروع کردم و با جنجال های بسیار زیادی برخوردم، ولی اگر بخوایم بسیار کوتاه بگویم در از اون مسئله، بالاخره بعد از کارآموز رفتم به عنوان مدیر و بعد مقام آمریت جندر گرفتم. آمریت جندر یک مقام بسیار در سطح فرا یک مقام بسیار میشه گفت بالایی هست که گرفتن از او کار آسان نبود و برای من که در از او سن خرد وجود داشتم. در افغانستان زن بودن یک مسئله است، سن خرد یک مسئله دیگه است که ما با هر دوی از یا یک جا باعث شده بود که مشکلات و چالش ها بیشتر باشه. اولی که خانواده من نمیپذیرفت و بعد از او که جنجال هایی را که ما اگر بگویم بدون اجازه خانواده رفتم، دروغ نگفتیم، به دلیل از خب اونا رضایت نداشتن و من با بدون رضایت از او قدم گذاشتم. و بعد از خانواده میرسیم به اجتماع که اجتماع دختر خانمی که در سن 21 سالگی است بخواید در مقام ولایت کار کنه یک چیزی دور از تصور از آنها بود و اما آرزوهایی که بود باعث شد که من دوباره قدم بگذارم. خب در عین زمانی که درس
کار میکردم، درسم دوباره شروع کردم. پانتون ما از طرف شبانه آغاز کردم به حقوق قضا و سارنوالی در سال اول که وظیفه گرفتم. و بعد از اینکه من داخل ولایت رفتم، خانم ها رسیدن به 16 نفر و تمام آنها با سنهای بسیار کمتر از کسایی که از قبل وجود داشت. با تمام چالش ها من بسیار خوشحال هستم. اگر من بتونم یک دستاورد خود، اولین دستاورد خود در مورد صحبت کنم، حضور خانم های دیگر در مقام ولایت فرا. دقیقاً وقتی که حرف از جندر میه و آمریت جندر که معمولا ما ذهن ما به این است که مبارزه بر زنا و بر زنا فرصت ها رو مساعد کردن که وظیفه شما دقیقاً نمی بود که باید بر زنا جایگاه را باز کنین در اجتماع، در نهادهای دولتی و امثال اینا. بله، خب مشکل اینجا هست. ما گفتم خب یک نفر باید اینمی معیار پره کنه، یک نفر باید اینمی راه را ببره و با آن که کسای دیگه بودن قبل از ما در ریاست های بسیار که محدود بود، خانم های کلانسان، یعنی ما دختر خانم که با سن کم باشه نداشتیم، نه تنها در مقام ولایت بلکه در دیگر ریاست ها نیز ما نداشتیم. بنان گفتم که اینمی تابو رو باید بشکنانیم. خب خانم ها نمیتونه ما منتظر باشیم که ما به سن 40 برسم و بعد ما بتونم یک سمت داشته باشم در دولت که ما بتونم یک وظیفه بگیرم، شما رو بپذیرم و محیط کاری یا محیط دولتی. یعنی باید یک عمر بگذرانی. گفتم که خب اینمی خودش غلط است، اشتباه است. من میتونم با ایدیای بسیار بهتر کار کنم. مثلا متاسفانه در تمام جامعه افغانی کسی که سنش بلند هست فکر میکنه گپش معتبرتر هست، چون میگه تجربه بیشتر داره، بنان فهم بیشتر داره. درست است که فهم بیشتر داره، ممکن هست کسی که سنش پایینتر هست فهم بیشتر نسبت به خیلی کسایی که سنشان بالاست داشته باشه. عصر تکنولوژی و همچنان ایدیای جوان با انرژی، با فعالیت های زیاده و همون شعور و شوق جوانی وادار میسازه که زیادتر کار کنی و از خود خلاقیت در کار داشته باشی. دقیقاً. و ناگفته نمانه که بعد از که خانواده من پذیرفت و با جامعه، خب جامعه تا امروز مشکل داره، اما تعداد زیاد از جامعه نیست پذیرفت. من نمیخوایم این کار کنم. تعداد زیادی از فرایای من واقعا ممنون و سپاسگزار از اونا هستم که بر من اعتماد کردن و نه تنها که در مقام ولایت بلکه در تمام ریاست های فرا ما خانم داشتیم کار میکرد تا قبل از سقوط. یعنی تنها جایی که ما خانم نداشتیم مستوفیت ولایت فرا بود که خوشبختانه تقریبا چند ماه قبل از سقوط افغانستان با کوشش دیگر دوستا توانستیم که خانم ها را در اونجا جابجا کنیم. یعنی اونجا تنها جایی بود که ما خانم نداشتیم، با آن که چالش های بسیار زیاد، با آن که مخالفت ها وجود داشت، ولی باز هم حمایت مردم بود و مردم همکاری کردن در این قسمت و من بسیار ممنون هستم از مردم ولایت فرا که اعتماد کردن. خب مشکلات وجود داره در سراسر افغانستان، تا امروز ما میبینیم که هست، ولی خوشحالم بر ازی که حداقل در امو زمان آنچه که میخواستم به او نرسیدم. خب ما معیار ما برای چندین سال بعد از ما بود، ولی تا امو زمان تلاش کردم و خانم های زیادی کنار ما قرار گرفتن، مردهای زیادی کنار ما قرار گرفتن، اما متاسفانه که خب شما بینوار امیر جندر یک ولایت بودین، در این مسیر وظیفه‌ای که شما طی کردین و یک مسئولیت بسیار سنگین را به دوش داشتین. دستاورد این مسیر برای شما چی بوده؟ طی کردن این مسیر کار بسیار دشواره بود، بسیار دشوار. آنچه که مرا قوت بخشید در از این راه و آنچه که تا امروز به او افتخار میکنم، اولی که من خودم تا اونمونجا رساندم از خانواده‌ای که من اولین دختر خانمه بودم که مکتب را فارغ شدم، اولین کسی بودم که پا به دانشگاه گذاشتم، اولین کسی بودم که وظیفه گرفتم. او یک مسئله است که به این افتخار میکنم. و دومی که وقتی که من به عنوان آمر جندر قرار گرفتم، در مقام ولایت فرا تعداد خانم ها به 16 نفر رسید و این خانم ها در تمام ریاست ها جابجا شد. یعنی باعث شدیم که ما دختر خانم ها رو در تمام ریاست های فرا داشته باشیم. یعنی در هر ریاست از ولایت فرا که می رفتیم ما اونجا یک خانم داشتیم که کار میکرد. یک دستاورد بسیار بزرگ بود و من
با افتخار میتونم امروز یاد کنم که چقدر در از راه با آن تمام زحماتش چقدر ما دستاورد داشتیم. این خود از این وقتی من در هر ریاست میرفتم اونجا خانم را میدیدم به خودم افتخار میکردم، به خانم هایی که اونجا بود افتخار میکردم و تا امروز وقتی که یادم میآید در کنار تلاش ها و زحمات و آنچه که ما از دست دادیم و آنچه که من خوشحال میکنم میگم که درست است که به اون نتیجه دلخواه ما نرسیدیم، چون سقوط افغانستان و سقوط دولت ما را اجازه نداد، اما ثابت کردیم به مردم فرا که ما دخترهای فرایی، ما زنای افغان توانایی از این داریم که بیاییم پا به پای شما کار کنیم. امروز برای مردم فرا و برای مردم افغانستان که دختر خانم هایی که در دیگر ولایت کار کرده ثابت شده است که زنای افغانستان میتونه. امروز از هر مرد فرایی پرسان کو قبل از رفتن طیبه به مقام ولایت فرا مردم آنچنان آشنایی نداشت که یک دختر با این سن میتونه در مقام ولایت کار کنه، ولی امروز از هر فرایی پرسان کو میگه که یک عادی است. این مسئله عادی نبود. این مسئله اگر امروز عادی سازی شده که یک دختر خانم در مقام ولایت فرا و در ریاست ها کار کنه یک مسئله عادی است، من به این افتخار میکنم. آیا این مسیرتان ادامه میتین؟ این مسیر با تمام مشکلات که آمدین، با تمام چالش هایی که صدرایتان بود؟ مگر بخوایم بگویم در از این دنیا که سهل است. اگر طیبه 5 بار دیگر متولد شود، هر 5 بار دیگر این راه را ادامه خواهم داد و با تمام قوت و انگیزه بیشتر. یعنی فکر نمی کنم هیچ چیزی و هیچ کسی بتونه این انگیزه را گرفته تا من نجنگم برای حقوق خودم. مثلا زمانی که من بر ابتدایی ترین حالت من برای مکتب رفتن با آمون سن خورد من با خانواده ما جنگیدیم، ولی من افتخار از این دارم که امروز خوارزاده های من، بیادرزاده های من با آن که بر از معین نیست، مکتب بسته است، همگیشون آنلاین درس میخوانه و پدر مادرهای از با شوق تمام بر از تدریس میکنن. یعنی اما دریچه تدریس از طریق آنلاین باز کرده. بنابراین اگر این راه را من پیش نمیرفتم، خوارزاده های من و برادرزاده های من اونا نمیتونستن که پیش برن. بنابراین هیچ چیز نمیتونه در از قسمت مانع شود که من با انگیزه بیشتر آنچه که از دست میای امروز انجام بتونم. خانم سلیمانی، شرایط کنونی تنها به فرا در تمام افغانستان یک قسم است. ما میخوایم شما در فرا به دنیا آمدین، حتما اونجا تحصیل کردین، کار کردین، از بطن جامعه برآمدین تا مقام ولایت که در بخش عملیات جندر رسیدین. میخوایم پرسان کنم که خبر احوال از زنایی که هنوز چشم برایی است که در مکتب باز شوند یا هم دفاتر باز شوند، مثل طیبه که کار میکرد در مقام ولایت، اونا هم بتونه کار کنه، فرصت کار را داشته باشند، خبری دارین ازشون؟ بدون شک ما هر روز ما، هر شب ما در ارتباط با زنای افغانستان هستیم و موضوع جدا ناپذیری هست، مثل پوست و استخوان هست که از هم دیگه جدا نمیشه. فاصله های راه و این دشت ها، آبها و دریاها ما رو نمیتونه دور کرده، چون طوری که شما گفتیم ما از بطن اونم جامعه بلند شدیم. بنابراین هر روز و هر ثانیه ما با او زنها در ارتباط هستیم. اما آنچه که دردآور هست این که برای فعلا وقتی که خانم داخل افغانستان هست میپرسه که آینده چی میشه، ما در از اینجا سکوت میکنیم. این دشوارترین سوال هست و دشوارترین موضوع هست که هر روز شما چی فکر میکنین آینده چی خواهد شد؟ آینده دخترای فرا، مردم افغانستان، زنایی که گیر ماندن و نتونستن برآیند؟ مگر صادقانه بخوایم بگویم من به سیاست جهان و سیاست افغانستان و به هیچ سیاست باورمند نیستم، ولی من به زنای افغانستان ایمان دارم، من به مردم افغانستان ایمان دارم. من باور دارم که سرنوشت مردم افغانستان را، سرنوشت زن افغان را خودش و خود مردم میتونه تغییر داده. با آنکه من به سیاست‌های جهانی کاملا بی باور هستم، من به این باور هستم که هیچ سیاست جهانی نمیتونه در افغانستان آنچه که لایق مردم هست را به وجود بیاره، ولی باورمند هستم که قدرت در درون مردم هست، قدرت در
قلب تک تک مردم افغانستان هست، در بازوی تک تک مردم افغانستان هست و سرنوشت مردم افغانستان را جز خودشان هیچ کس تغییر داده نمیتونه. نی آمریکا، اگر واضح من میخوایم میره بگویم، نی آمریکا، نی اروپا و هیچ کشور و هیچ سیاست خارجی توانایی تغییر دادن سرنوشت افغانستان، آنچه که مردم افغانستان لایقش هست را نیست، قدرتش را نداره. قدرت در دستان مردم افغانستان است، قدرت در توانایی زنهای افغانستان هست. بنان ما امیدوار هستم، البته که امیدوار هستم با آینده افغانستان و این امیدواری ما برمیگرده به مردم افغانستان، به شعور فهم مردم افغانستان. حداقل مردم افغانستان امروز از سیاست‌های قبل از زمان جمهوریت میدانه، از سیاست خود جمهوریت که خودشان زندگی کرده میدانه و سیاست‌های خارجی را در قبال دولت ما، آنچه که اینا انجام دادن در افغانستان نیز میدانه. یعنی فکر میکنم سیاست دیگه برای مردم افغانستان کاملا واضح شده. این دانش و این آگاهی میتونه که آنها را انگیزه داده و بتونه خوب را از بد جدا کرده و بتونه سرنوشت خود تغییر داده. ولی ما فکر میکنم در این قسمت اونا نیاز به انگیزه و نیرو داره و این انگیزه را ما مردم هایی که بیرون هستیم به او داده میتونیم، چون که در داخل افغانستان شرایط بسیار واضح هست برای همگی ما، معلومدار هست که چگونه است. ولی مایی که بیرون هستیم، ما به این متيقن هستم که ما چشم امید و مردم هستیم. بنان ما میتونیم به او امید داده، انگیزه داده در آن واحدی که خودشان این امید رو داره، ولی یک کس باید او رو زنده کنه. بنان ما به خود مردم ایمان دارم، باورمند هستم. جدا از بحث زنا، فعالیت ها و هر موضوعاتی که در جهان در حال رخ دادن است، میخوایم در بخش دیگه از زندگیتان بپردازیم. بخشی است که پر از احساسات است، پر از چیزایی است که شما بیان میکنین در قالب نوشتار. میخوایم در مورد فعالیت های شعری و نویسندگیتان هم بدانیم. از چه وقت آغاز کردین؟ بیشتر کدام سبک یا کدام جنبه اجتماعی را تحت پوشش قرار میدین؟ بسیار سوال خوب پرسیدین، به دلیل از که زندگی هر کدام ما با اجتماع گره خورده، ولی زندگی ادبیات و زندگی شعری با آن که جدا نیست از او مسائل، اما یک جهان متفاوت است، یک جهان پر از شور و انگیزه و هیجان. من فکر میکنم آنچه که تانسته برای من انگیزه را در مقابل جنگیدن با خیلی از رسوم جامعه بته، شعر و شاعری است. من زمانی که شاگرد مکتب بودم یک سری شعرها در مورد معلم نوشته میکردم، در مورد مکتب نوشته میکردم. خب ادبیات خاص نبود، اما درمو فهم سوادم و زمانم بود. من علاقه داشتم، به همون دلیل رفتم ادبیات دری را خواندم و بعد از یک دوره که ما جوان شدیم دیگه شروع کردم در مورد عشق عاشقی. شعرهای من بیشتر بود عشقی داره، در مورد زندگی، در مورد وطن و در مورد زن. چون که من فکر میکنم عشق محدود به یک فرد نیست. عشق میتونه هر آنچه که تو امروز در امی اتاق قراردار عشق باشه، امی مصاحبه‌ای که ما انجام میدی جز از عشق هست. بنان چون من به اینا باورمند هستم، باعث شد که هر چی که من بزرگتر میشم، هر چی که وارد اجتماع میشم، اما علاقه من به شعر و شاعری بیشتر شد. یعنی از زمانهای سابق من فکر میکنم امسال علاقه من 2 چندان بیشتر از پارسال شده. این همیست که برای من شور و انگیزه میده. مثلا وقتی که درد میه در مورد وطن، من میرم شعر نوشته میکنم، ولی وقتی که رنج زنان افغان را میبینم میرم شعر نوشته میکنم و برای من یک جهان بسیار خاص است. چقدر این شعرها و نوشته های شما باعث این شده که درد زنای افغانستان را بیان کنه بر مخاطبین شما در صفحات مجازی؟ همانطور که میگه آنچه که از دل بخیزد بر دل نشیند، یک واقعیت محض هست. من وقتی که دکلمه میکنم داخل سوشال میدیا میگذارم، یک سری شعرها رو میخوانم، شبهایی رو که دلتنگ هستم شعر میخوانم میگذارم به سوشال میدیا و من میبینم که این شعر چقدر افراد رو دور و بر من جمع میکنه. یعنی شعر یک قوه ارتباط میشه، قوه ارتباط بین طیبه و کسایی که من میبینن. بنابراین تعداد زیاد کسایی را که من نمیشناختم
شعر باعث شده که من امروز یک کتله عظیم از دوستهای داشته باشم که من هیچ وقت فکر نمی کردم که من ممکن چنین دوستهایی داشته باشم. دوستهای بسیار شاعر، توانا. من در قسمت شعر تانستم پیدا کنم. میخوایم در قسمت یک سوال دگم داشته باشم، چون شما یاد کردین که اون شعرها باعث شده که شما را دوباره به اطرافتان افراد زیاد را جمع کنه. چقدر باعث کاهش دردها و مشکلات مهاجرت شده در مورد چالش های مهاجرتی؟ چون من میفهمم، درک میکنم شرایط مهاجرتی شرایط آسان نیست. چقدر مرهم دردهای دان شده؟ یعنی بهترین سوالی هست که شما پرسان کردین، به دلیل از اینکه من همیشه به این باورمند هستم. من میگم تعداد افرادی که شعر نمیدانه، یعنی نمیتونه و شعر نوشته کنه، درد خود رو چگونه تسلا میده. این برای من سوال هست. به دلیل از اینکه من در زندگی تنهایی که در ازی 5 سال مهاجرت کشیدم، آنچه که تانست درد مرا تسلا بده شعر است. وقتی که من دلتنگ، طوری که قبلا هم گفتم، دلتنگ وطن میشم، میرم شعر نوشته میکنم، فکر میکنم امو کوهی از درد رو من در شعر پایین کردم، راحت میشم. ولی وقتی که مثلا دلتنگ پدر و مادرم میشم، علل خصوص پدرم که دنیا و جهانم است، وقتی که من دلتنگ پدرم میشم، میرم شعر نوشته میکنم در مورد پدرم، حس میکنم درد خود را میکشم از وجودم. یعنی حس میکنم شعر مانند وسیله هست که درد را از وجود من میکشه، یک گوشه از اتاق من میگذاره. بنان من برای من همیشه ایره میگم به دوستای من که شعر نوشته نمیکنن، برای من سوال ایجاد میشه، میگم شما که شعر نوشته نمیکنین، شما پس چگونه دردتان را تسکین میدین؟ چون من درد من را شعر مانند تابلت ضد درد هست برای من. وقتی که او را نوشته میکنم یا میرم میخوانم از شاعرای دیگره، درد من کاملا تسکین میشه. خب کاملا نمیشه گفت، ولی تسکین میکنه تا حدودی. طیبه سلیمانی چی پیام داره برای دخترایی که در افغانستان است؟ محدودیت های زیاد سرشان است و شاید هم بسیاری از دخترها با خشونت های زیاد فامیلی در جامعه فعلی افغانستان که حکومتی وجود نداره دست و پنجه نرم کنه، چی پیام داره؟ من تنها چیزی که میخوایم برای دختران افغانستان بگویم ای که امید و آرزوهایشان را از دست ندن. امید و رویا دو چیزی هست که انسان را میتونه زنده نگه داره. آنچه که در از این شرایط سخت، آنچه که در از این وضعیت اسفبار افغانستان که یک گروه جاهل که از عصر اجر برگشتن بر سر مردم افغانستان حاکم هست، تنها چیزی که میتونه زنهای افغانستان را علل خصوص از این چالش و از این بنبست بکشانه بر سبای روشن، امید و رویاها است. هر کدام از زنها و دخترهای افغانستان رویاهای بسیار بزرگ را دارند، در از این شک وجود نداره. نگه داشتن این رویا و پایبند بودن به آنچه که شما به او باور دارین و امید داشتن به آنچه که اونا باور دارن در افغانستان که میتونن روز به دست بیارن و روز به او برسه. باورمند هستم که قدرت شما که تا امروز سالها گذشته شما در از او استاد هستین، این خودش جنگیدن هست، خود از قدرت هست. بنابراین اینی امید را نگاه دارن و رویاهایشان را زنده نگه دارن. دوباره تاکید میکنم که رویاهایشان را زنده نگه دارن. طیبه سلیمانی، تشکر از حضور شما در برنامه و تشکر خاص از شما بیننده های عزیز که با ما همراه بودید. هماتو میدیا، ارتباط میان فرهنگ ها و روایت های جهانی.